روزی گذشته مردم مالدووا که نزدیک به 3 میلیون اهالی دارد برای انتخابات پرزیدنتی و پیوستن این کشور به اتحاد اروپا به نقطه‌های رایدهی رفتند. نتیجه های پیشکی نشان دادند که هیچ نامزد در دور اول پیروز نشد. طرفداران و مخالفان پیوستن به اتحاد اروپا نیز تقریبا برابر بودند. انتخابات پرزیدنتی در مالدووا به دور دوم کشیده شد. مایا ساندو پرزیدنت کنونی که طرفدار پیوستن به اتحاد اروپا است با بیش از 42% رای و الکساندر ستویانوگلو دادستان کلی سابق این کشور 2 هفته بعد از نو با هم رقابت خواهند کرد. من به طرفداری مالدووا آواز دادم که در صلح و آزادی رشد کند. آینده را می‌سازیم که مالدووا سزاوار آن است. الکساندر ستویانوگلو میتواند با ساندو رقابت کند. او گفت که رایدهی به پیوستن به اتحاد اروپا را بایکوت کرده است. او گفت حکومت مایا ساندو پیوستن به اتحاد اروپا را با انتخابات پرزیدنتی در یک روز گذاشتند و میخواهند از آن سوء استفاده کنند. من این موقع حکومت کنونی را که هیچ ربطی به اتحاد اروپا ندارد دستگیری نمی کنم. این رایپرسی برای تغییر به کانستیتوسی است، اما من جانبداری همایش با اتحاد اروپا هستم. روابط مولدووا با روسیه پس از سر قدرت آمدن ساندو در سال 2020 بدتر شد. حکومت او حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و مسکو را به سرنگونی حکومت این کشور متهم ساخت. مقامات مولدووا میگویند روسیه تلاش دخالت به انتخابات مولدووا و ناآرام کردن این کشور را کرده است. چند نفر را نیز با گمان همکاری با روسیه به خاطر برگزاری تظاهرات خشونت‌آمیز بازداشت کردند. روسیه دخالتش در امور مولدووا را رد می‌کند، ولی حکومت این کشور را بر روس بدبینی متهم می‌کند.